وکیل دفاعش میگوید راحت عاقلوف متهم به حمله مرگبار در شهر استکهلم با گناهش اعتراف کرده است. شهروند 39 ساله ازبکستان به تروریسم متهم می شود. مقامات شویتسیا میگویند محض راحت عاقلوف روز 7 اپریل ماشین بارکش را به یک مغازه در شهر استکهلم روان کرد و 4 نفر را کشت. درباره تحولات این حادثه صحبت داریم با سیراج‌الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. سیراج‌الدین، به برنامه ما خوش آمدید. و نخستین درباره محاکمه امروزه راحت عاقلوف میگفتی که چی گذشت آنجا؟ خب، محکمه اول امروز در مرکز استکهلم آغاز گردید ساعت 10 صبح و با وقت استکهلم. در محکمه اول خود رحمت عاقلوف اعتراف کرد که حمله را او انجام داده است. میدانیم که روز 7 اپریل در حمله با ماشین باربر 4 نفر کشته شده بود. از آنها 1 نفرش دختر 11 ساله و 15 نفر زخمی شده بود. از آنها 9 نفرشان هنوز در شفاخانه در زیر نظارت شفاکاران می باشند. و این حادثه در خود شویتسیا خیلی سر و صداهای زیاد را به بار آورد و بسیاری میگن که این بار اول است در شویتسیا، چون یک کشور باز بود و به این محکمه اعتبار زیاد دارد مردم. و درباره خودی راحت چی میگویند؟ که گفته میشد که گویا به او حق اقامت ندادند و میخواستند از شویتسیا اخراج کنند. بله، رحمت عاقلوف خودش از شهر سمرقند ازبکستان می باشد و سال 2014 هم به شویتسیا آمده، پناهندگی پرسیده، پناهندگی سیاسی، ولی تکذیب کردن و در نتیجه سال گذشته ماه ایون 2016 با او گفتن که باید کشور را ترک کند، ولی اونجا ماند. و من با یک چند نفر از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان صحبت کردم، آنهایی که رحمت را میشناختند، ولی آنها گفتند که عقیده‌های خیلی تندروی مذهبی داشت و عقیده‌های داعش را، یعنی دولت اسلامی را خیلی پیگیری میکرد و گویا میگفته که او بغدادی را خیلی دوست دارد و زیر پرچم دولت اسلامی مسلمانان علیه کافران بجنگند، جهاد کنند. و این گزارش ها هم هست که گویا او از طریق واتساپ و بعضی از شبکه‌های اجتماعی با یک عضو گروه دولت اسلامی معاشرت داشته است و او را هدایت می‌کرده است. این کیست و چگونه هست؟ این جزئیاتی هست راجع به این؟ بله، گویا با 2 نفر تماس داشته طریق تلگرام. یکیش تاجیکی که در سوریه گویا می باشد و دوم از شهروند روسیه، احتمالاً از داغستان، از منطقه داغستان، از قفقاز روسیه می باشد. با 1 نفرش با زبان تاجیکی و دومش با زبان روسی ملاقات می کردن و آخر ملاقات او با همان شهروند روسیه انجام داده. اونجا میگوید که مثلا من حمله کردم ولی بسیار کشته نشدند، ترکاندن نتونستم خودم را و در ایرپورت استکهلم هستم میگوید. و پس از اون دیری نگذشته او را دستگیر کردند. الان در استکهلم می باشد. و سیراج‌الدین، درباره فرد دومی که در ارتباط به همین حادثه دستگیر شده است چی جزئیاتی به دست آوردید؟ نامش را اعلام نکردند ولی نامش به ما معلوم است. او نیز شهروند ازبکستان است، سن 47 ساله، از شهر سمرقند می باشد گویا. ولی تا چه اندازه این مرد دستگیر شده با رحمت عاقلوف ارتباطی نزدیک داشته ما هنوز نمیدانیم.